بقیه‌اش هیچ کاری نداره. بیا بهت بگم. خب همه جا میتونیم نوره رو استفاده کنیم، حتی تو پذیرایی. به چی نیاز داریم؟ یه مقدار آب میریزیم داخل ظرف، درب نورمون رو باز میکنیم. ما نوره رو 2 بار بسته‌بندی میکنیم که تاریخ ماندگاریش بره بالا. نوره ما تا 5 سال تاریخ داره و ماندگاریش بسیار طولانی هست. مقدار مورد نیاز نوره رو داخل آب میریزیم. ببینید سعی کنید اصلا نوره رو هم نزنید. نوره خودش آب رو به خودش جذب میکنه و به صورت خمیر در میاد. نوره‌ای که کیفیتش بالا باشه در مرحله اول به رنگ زرد در میاد و بعد از چند ثانیه به رنگ طوسی تغییر رنگ میده. این یکی از فاکتورهای شناخت نوره اصل است. ببینید نور آب رو به خودش جذب کرد و به صورت خمیری مانند در اومد. نوره باید مثل خمیر دندون درست بشه، نه خیلی شل باشه نه خیلی سفت. اگر نوره رو درست کردید و دیدیم که یک مقدار شل هست، میتونید باز هم